برف میبارد. صبح است. شاهد شمشیر مثل دیگر روزها پر سر و صدا و شلوغ نیست. آبران از سرما و برف فرار میکنند. به سوی پغمان میروم که در آنجا فضای سپید رنگ و نقره‌باران را تماشا کنم. در راه دره هستیم. تایرهای موتر از کار مانده. دیگر نمیتواند حرکت کند و لیس میخورد. سعی میکنیم آن را هل دهیم. باز هم به نتیجه نمیرسیم. مثل این که به درد سر افتاده ایم. جیون ما شما پیاده میریم. در موتر جاوید کامل یه خاک بودی خو هنوز خوبه نرم است نه؟ بریم تو مایده پیاده دیگه. راه یخک است دوستا. موتر به سختی میره. ما هم پیاده شدیم از موتر. دیگه ببینیم که تا کجا را میتونیم با موتر بریم و تا کجا را با پای. البته میریم به دره. بیا بریم. زنجیرها را از عقب موتر بر می داریم. اما ما زنجیر بستن را به درستی یاد نداریم. نثار و قسیم که اندک در این کار وارد هستند سعی می کنند آن را ببندند. تو لیز نت تلا کن. بس سلو. برو. بس. در مسیر راه دره هستیم و قسمی که میبینین موتر نمیتونه بره چون راه یخ است و برف است. به این خاطر دو تایر پیشروی چین بسته میکنیم تا بتونیم به دره برسیم. دیگه ببینیم که تا آخر دره رسیدن در این روز برفی چقدر مشکلات دیگر همراهش روبرو میشیم. ما را بیننده باشیم. با ارزش داره چون یک فضای خیلی قشنگ داره. برف نمای بود بریدن گرفت و ما هم خواستیم که از این روز لذت ببریم. من هم از حول و حوش تصویر برداری میکنم. در چنین روز کمتر کسی از خانه می براید تا این فضای سرد و زیبا را تماشا کند. چند موتر هم که تا اینجا می رسند مجبور می شوند که زنجیر ببندند یا هم برگردند. پس از 1 ساعت تقلا زنجیرها در 2 تایر پیشروی بسته می شود و ما بر راه خود ادامه می دهیم. برف می بارد. زمین و زمان نقره‌باران است. همه جا پنبه‌ای رنگ شده است. پغمان در سپیدی فرو رفته است. برف سنگینی می کند. مثل این که دیشب برف زیاد باریده است. نشیمنگاه ها همه خالی هستند. یکی را اجاره می گیریم. مسئول اینجا که جوان خوشخلق و باریک‌اندام است به ما خوش آمد می گوید. خوشحال است که در چنین روزی مهمان آمده است. در کنار دریاچه یک تخت سرپوشیده را که اطرافش با پلاستیک پوشانیده شده است اجاره می گیریم. وسایل را به آنجا می بریم و چند سنگ را از دریاچه بر می داریم برای ساختن دکدان.
این دگدان ماست. آفرین قسیم، آفرین، تو بسیار کارکن بچه هستی، بچه خوب هستی. سنگا خیلی یخ. دوستا رسیدیم به دره. میبینه که همه جا پر از برف است، بیش از 60 سانتی همه جا را برف زده. ما میریم که یک ماه دستشویی پیدا بکنیم. همراه با نثار جان دیگدان را تیار کردیم و یک شوروا قرار است که با گوشت گوسفند می هوای سرد آماده بکنیم. یک لذت خاص خود داره. دی هوا و شوروا.